چگونه مهربانی شنیدید، چگونه غمخواری دیدید. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن نمیتواند. من این سخن را برای آن گفته ایستادم، مخصوصا به جوانان، به مردها، جوان مردها، نسبت به بانوان، نسبت به زنهای خود، نسبت به مادران خود، نسبت به دختران بی‌اعتنایی نکنید، بی‌حرمتی نکنید. دخترکان خردسال آنها هم آینده مادر میشن. آنها هم انسان هستند. آنهایی که پدر برادر و پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکنید، اکا و دادری را فراموش نکنید، اپا و خواهری را فراموش نکنید. و مردان، پسران، همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید. چون که آنها زن هستند، آنها مادر هستند، بسیار برادران خود را دوست می‌دارند. آنها هیچ چیز زیاد طلب نمی‌کنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است. دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارند. از 100 سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر هزارها بهتر است. دنیای شد است که مردم، عزت و احترام مردم، دوست داشتن انسان به نهایت از بین رفته ایستاده است. ما پیش از همه من این سخنان را برای آنچه برادر، خواهر، اپا، آیله، پدر، مادر و در مجموع جامعه باید نسبت به یکدیگر با عزت و احترام باشیم. خوش معامله باشیم، با صبر و تحمل باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، مدنیتی بلند داشته باشیم. فرهنگ، ما میگیم ملت فرهنگی هستی، انا مدنیت و فرهنگ قدیمی باستانی تاجیکی را نشان دادن. اما در جاهای سخت سنگینی دست یکدیگر را گیریم، کتفمان هم گذاریم، نترسیم. حاضرین ارجمند، مهلت وکالت مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به آخر میرسد.